توی این ویدیو قراره بریم سراغ 10 تا از حقایق عجیب غریب کشور روسیه که تا الان نشنیدین. از ممنوعیت عکاسی از مکانهای دولتی گرفته تا ممنوعیت لباس زیر توری برای خانم‌ها. با ما همراه باشید. روسیه یک کشور پهناوره که از اروپا تا شمال آسیا کشیده شده. جالبه بدونید مساحت روسیه 10 برابر مساحت ایرانه و جمعیت این کشور 140 میلیون نفره که بخش عظیمی از این جمعیت رو خانم‌های زیبای روسی تشکیل دادن. به طوری که برای هر مرد روس 2 خانم روس وجود داره و خانم‌های روس همیشه با مشکل کمبود همسر روبرو بودن. اما بریم سراغ حقایق عجیب غریب روسیه که شوکتون میکنه. شماره 10. بزرگترین موزه جهان به نام هرمیتاژ در شهر سنت پترزبورگ واقع شده که بیش از 3 میلیون آثار تاریخی توی اون وجود داره. اونقدر بزرگه که اگه 2 دقیقه در روز برای دیدن آثار وقت بذارید بیشتر از 6 سال طول میکشه تا به طور کامل از این موزه بازدید کنید. اما نکته جالب این موزه گربه هاش هستن. بیش از 70 گربه توی این موزه وجود داره که در زیرزمینای موزه زندگی میکنن و از شبکه تونل و راهرو برای رفت و آمد و نگهبانی از کل موزه استفاده میکنن. جالبه بدونید هر گربه دارای گذرنامه و پرونده پزشکی خاص خودشه و به طور منظم توسط دامپزشکان معاینه میشه. مراقبت از گربه‌های موزه هرمیتاژ به عهده 3 داوطلب تمام وقته. این داوطلبان وظیفه غذا دادن، تمیز کردن لانه و مراقبت‌های پزشکی از گربه‌ها رو به عهده دارن. این گربه‌های نگهبان از موزه در برابر موش‌های جونده حفاظت میکنن. شماره 9. کشور روسیه با اینکه جزو کشورهای پیشرفته محسوب میشه اما مردم خرافاتی داره. اکثر مردم روسیه اعتقاد دارن که معامله در شب بدشانسی میاره و باعث از دست رفتن پول میشه. اما خرافات مردم روسیه فقط به اینجا ختم نمیشه و معتقدن که سود زدن به معنی صدا زدن ارواح شیطانه و باعث بدشانسی میشه. واقعا چه خنده‌دار. شماره 8. در روسیه بیش از حد نخندید. در فرهنگ روسیه بیش از حد خندیدن در مکانهای مختلف و بدون هیچ دلیل خنده‌داری نشانه احمق بودن شماست. شماره 7. در کشور روسیه شهروندان حق توهین و اظهار نظر تند در مورد حکومت در فضای مجازی رو ندارن و اگر دست به این اقدام بزنن مجازات مختلفی مثل جریمه نقدی و حتی زندانی شدن رو در بر داره. شماره 6. در روسیه به همراه داشتن کارت شناسایی برای همه افراد به جز افراد زیر 14 سال اجباریه. حتی توریست‌ها هم از این قانون مستثنا نیستن. پس اگر یه روزی به روسیه سفر کردید حتما پاسپورتتون رو همراهتون داشته باشید، چون هر لحظه ممکنه پلیس جلوی شما رو بگیره و این یه امر طبیعی در روسیه هستش. و اگر مدارک شناسی همراه شما نباشه از 100 تا 500 روبل جریمه میشید. قبل از اینکه بریم سراغ مورد 5، اگه تا اینجای ویدیو مطالب برات جالب بوده کانال رو ساب کن و زنگوله رو هم بزن تا نوتیفیکیشن ویدیوی جدید برات بیاد. شماره 5. در روسیه محدودیت عکاسی برای اماکن دولتی، تأسیسات نظامی، مناطق امنیتی و حتی حمل و نقل عمومی وجود داره. پس بهتره اگه روسیه رفتید این مورد رو هم رعایت کنید. شماره 4. در فرهنگ روسی بابوشکا به معنی مادر بزرگیه. احترام به بابوشکا توی روسیه واجبه، چون مردم روسیه بابوشکاها رو نماد خانواده و سنتشون میدونن. حتی اگر توی اتوبوس یا مترو جای خودتون رو به بابوشکاها ندید مردم با شما دعوا میکنن. شماره 2. حتما هنگام دست دادن با دستکش خودتون رو در بیارید. کشور روسیه یکی از سردترین کشورهای دنیاست و طبیعیه که مردم برای محافظت از دستای خودشون در برابر سرما باید از دستکش استفاده بکنن. اما وقتی میخوام با یک نفر دیگه دست بدن حتما دستکششون رو از دستشون باید در بیارن وگرنه به طرف مقابل بی احترامی محسوب میشه. شماره 1. ممنوعیت لباس زیر توری در روسیه یکی دیگر از فرهنگ‌ها در روسیه به حساب میاد که جزء قوانین محسوب نمیشه، ولی اکثر خانم‌ها برای جلوگیری از حساسیت پوستی و بی احترامی به مکان‌های مقدس مثل کلیسا از اون پیروی میکنن. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. یادت نره ویدیو رو لایک کنی و چنل رو هم ساب کنی. تا درودی دیگر، بدرود.